سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرشید سهراب هستم، نوازنده و مدرس ساز سنتور. تو این ویدیو قصد داریم قطعه 19 از کتاب شیوه سنتور نوازی استاد پشنگ کامکار رو با هم دیگه یاد بگیریم و نوازندگیشو با هم دیگه تمرین کنیم. قبل از هر چیز ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. ممنونم که تا آخر ویدیو با من هستید. بریم که یه ویدیو خوب داشته باشیم. قطعه شماره 19 از کتاب شیوه سنتور نوازی استاد پشنگ کامکار به اسم پروانه که توی پرانتز جلوش نوشته موسیقی ملل. ما قبلا از این قطعات موسیقی ملل داشتیم، گفتیم قطعاتی هستن که نوت‌ها و حالا اصولی که توش استفاده شده بین همه کشورها مشترکه. مثلا ما تو موسیقی ایرانی فواصل رو به پرده رو داریم که ما اینو توی موسیقی غرب نداریم. اگر دقت کنید توی این قطعه اصلا از نوت لای سفید استفاده نکرده یا از ری زرد یا می خرک اول سفید. اینا توی حالتی کوک شدن که مختص موسیقی ایرانی اصطلاحاً میگیم لا کرون کوک شده، لای سفید، ولی لای پشت خرک بمول کوک شده. در مورد جزئیات این مباحث تئوری اگه فرصت بشه حتما ویدیویی رو آماده میکنم که بیشتر در مورد این فواصل حالا رو پرده و نیم پرده بدونید، ولی فعلا در همین حد توضیح داده باشم فکر میکنم کافی باشه که اصولی که توش استفاده شده مختص موسیقی ایرانی نیست. خب ما هر قطعه رو که میخوایم بزنیم اول از هر چیز نگاه میکنیم به متر قطعه یا میزان نمای قطعه که الان اینجا 2/4. 2/4 یعنی چی؟ یعنی که ما توی هر میزان معادل 2 تا نوت سیاه داریم. شما هر میزان رو که توی این قطعه نگاه بکنید یا 2 تا نوت سیاه رو میبینید یا معادلاش رو میبینید. مثلا توی خط دوم میزان اول 2 تا نوت سیاه داریم. خب همونطور که عدد میزان به ما گفته توی هر میزان باید معادل 2 تا سیاه باشه، پس اینجا اوکیه. یا میزان دوم توی خط دوم همینطور، میزان سوم همینطور. ولی مثلا توی میزان اول، خط اول، میزان اول 2 تا نوت چنگ داریم و 1 نوت سیاه. خب 2 تا نوت چنگ روی هم معادل 1 نوت سیاه میشه. اونورم که 1 نوت سیاه داریم جمعش باز دوباره معادل 2 تا سیاه است. یا مثلا توی خط دوم میزان چهارم 4 تا نوت چنگ داریم. هر 2 تا چنگ معادل 1 سیاهه. پس 2 تا چنگ اول 1 سیاه، 2 تا چنگ دوم هم 1 سیاه، روی هم میشه 2 تا نوت سیاه. این که از این. پس ما یه قطعه 2 ضربی داریم که هر ضرب معادل 1 نوت سیاه هست. وقتی تو قطعه نگاه میکنیم میبینیم که تمام میزانها و نوت‌هایی که داریم ترکیب نوت سیاه و چنگه. قبلا گفتم وقتی توی قطعه نوت چنگ اضافه میشه توی شمارش قطعه و اضافه میکنیم. پس به جای اینکه بشماریم 1 2 میشماریم 1 و 2 و جاهایی که نوت چنگ داریم تو وش اجرا میکنیم، جاهایی که نوت سیاه داریم دیگه تو ور چیزی اجرا نمی کنیم. مثلا میزان اول 2 تا چنگ ما میشه 1 و، ولی نوت سیاه بعدی میشه 2 و، یعنی تو ورش دیگه چیزی نمیزنیم. پس کل میزان اول میشه 1 و 2 و، میزان دوم دوباره 1 و 2 و، میزان سوم 4 تا چنگ داریم پس تو وهاش هم باید اجرا کنیم، میشه 1 و 2 و. توی همه تیکه های شمارشمون نوت‌ها رو اجرا میکنیم. ولی مثلا اول خط دوم که 2 تا سیاه میشه 1 و 2 و، هیچ کدوم وهاش اجرا نمیشه چون 2 تا نوت سیاه داریم. توی درس‌های گذشته اینو داشتیم که یه جا کلمه شعر نوشته شده و یه جا کلمه جواب. گفتیم شعر جاییه که شعر خونده میشه، جواب جاییه که دیگه شعر خونده نمیشه، ساز به تنهایی اجرا میکنه، دیگه شعر رو نمیخونیم. البته این شعرها رو من معمولا بچه‌ها رو توی این درس‌های ابتدایی خیلی اجباری نیست که شما شعر رو بخونید. اگر دوست دارید میتونید باهاش بخونید، اگر هم که نه این شعرها اشکالی نداره. ولی خب جلوتر که وارد ردیف میشیم اونجا حتما باید شعرها رو بخونید که حالتها رو بهتر یاد بگیرید. نکته بعدی که داریم این خطاییه که به اسم ولت ما میشناسیمش. آخر خط اول و آخر خط سوم بالای میزانهای یکی مونده به آخر و آخر 2 تا خط کشیده. توی اولی نوشته 1، تو دومی نوشته 2، به صورت رومی نوشته اینا رو. به این خطا میگیم ولت.
در واقع ولتا توی زبون ایتالیایی به معنی تایم، یعنی بار، دفعه هست. علامت های ولت همیشه با علامت تکرار میاد. ببین الان بین 2 تا ولت 1 و 2 یه دولاخط تکرار ما داریم. در واقع ما قطعه رو از اول که شروع میکنیم به اجرا میزنیم میزان اول، دوم، سوم و میزان چهارم که میخونیمش ولت 1 یا پریما ولتا. بعد میرسیم به علامت دولاخط تکرار، برمیگردیم از اول. وقتی که برمیگردیم توی بار دوم میزان اول، دوم و سوم رو اجرا میکنیم، ولی دیگه میزان چهارم که ولت 1 هست اجرا نمیشه و ولت 2 که میشه سگوندا ولتا، یعنی بار دوم، یعنی اون قسمت میزان آخر رو به جای ولت 1 اجرا میکنیم. پس یه بار دیگه مرور میکنیم، قطعه رو از ابتدا شروع میکنیم، 4 میزان اول رو میزنیم تا آخر ولت 1، میرسیم به دولاخط تکرار، برمیگردیم توی بار دوم 3 میزان رو که زدیم دیگه میزان چهارم رو نمیزنیم و میزان پنجم که میشه ولت 2 جایگزین ولت 1 میشه. حالا وقتی اجراش کنم اینو بهتر متوجهش میشید. این حالت رو توی خط آخر هم داریم. اینجا هم باز دوباره ولت 1 برای بار اول هست، توی تکرار که میشه بار دوم دیگه ولت 1 اجرا نمیشه، به جاش ولت 2 رو اجرا میکنیم. این حالت برای این هست که خیلی وقتا ما ملودی که اجرا میکنیم 2 بار تکرار میشه، اما آخر قطعه با هم دیگه متفاوته. آخر اون ملودیه میخواد فرق کنه با دفعه قبل. این ولت اینجا استفاده میشه که بار دوم یه جور دیگه آخرش رو اجرا بکنیم. اکثر نوتا توی قسمت پشت خرک هست. یه ذره این پشت خرک رو داره بیشتر با شما کار میکنه که یادش بگیرید. حالا با هم دیگه نوت خوانیش میکنیم که متوجه بشید که داستان چیه. و یه نکته دیگه هم بهتون بگم، حالا یه ذره این بحثش مفصله اگه بخوایم خیلی بازش بکنم، ولی فعلا در همین حد بهتون میگم که توی خط اول ما نوتامون به این شکله که نوت سی، می و لا بمول هست. میخونیمش سی بمول، می بمول، لا بمول. این قسمت توی گام می بمول ماژور نوشته شده. همونطور که میبینید با نوت می شروع میشه و آخر خط اول دوباره با نوت می تموم شده. ولی خط آخر اصطلاحاً میگن مدولاسیون اتفاق افتاده. خط آخر دیگه لا بمول حذف شده، فقط سی و می بمول هست و این قسمت توی گام سی بمول ماژور اجرا شده. اگر دقت کنید با نوت سی شروع میشه و با نوت سی هم تموم میشه. حالا میگم این اطلاعات تئوری رو اگر شما داشته باشید با یه درک و دید متفاوتی ساز میزنید، ولی به عنوان هنرجویی که الان تازه درس 19 کتاب شیوه هست نیازی نیست الان اطلاعات تئوری رو من زیاد باز بکنم که براتون گیج کننده بشه، اما حتما جلوتر مفصل در مورد این نکته ها صحبت میکنیم. خب بریم شروع کنیم ببینیم که نوازندگی این قطعه به چه شکل است. میزان اول، نوتی که بین خط چهارم و پنجم هست میشه نوت می که میشه خرک هشتم سیمهای سفید و نوت دوم بالای خط اول اضافه هست، بالای لژر لاین اول هست که ما میدونیم نوتایی که بالای خط مربوط میشه به سیمهای پشت خرک و این نوت میشه نوت سی. پس داریم می سی سی که سی ها روی سیمهای پشت خرک اجرا میشه. نوت می خرک هشتم سفید، نوت سی خرک پنجم پشت خرک. می سی سی راست چپش رو چک میکنیم که هست راست چپ راست. اینا دیگه فرض من بر این هست که شما تمام این جزئیات رو توی درس‌های قبل یاد گرفتید. به صورت راست چپ راست اجرا میشه. شمارشش هم که به صورت 1 و 2 و هست، 1 برای می و برای سی، 2 و برای سی دوم. پس میزان اول به این شکل اجرا میشه 1 و 2 و. یه بار دیگه میزنمش 1 و 2 و. میزان دوم نوتامون هست دو سی سی، 1 و 2 و. میزان سوم سی 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 لا، سی 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 لا میشه 1 و 2 و. میزان چهارم که میشه ولت 1 نوتاش هست سل فا سل، سل فا سل،
یک و دو و ما میدونیم فا که روی خط پنجم نوشته میشه جای اجرا شدنش توی سنتورمون دو تا جا براش داریم، یکی خرک دوم پشت خرک، یکی خرک نهم سفید. قانونمون اینه که همیشه فا رو خرک دوم پشت خرک میزنیم، فایی که روی خط آخره. اگر قرار باشه خرک نهم سفید اجرا بشه بالای نوت فا عدد 9 نوشته میشه، یعنی رو خرک نهم اجراش کن. من این 4 تا میزان که میشه یک عبارت رو پشت سر هم دیگه اجرا میکنم. یک و دو و یک و دو و یک و دو و یک و دو و. حالا برمیگردیم از اول قطعه رو تکرار میکنیم، اما این بار به جای اون سل فا سلی که تو ولت یک داریم میزنیم سل فا می. یک و دو و یک و دو و یک و دو و یک و دو و. این بار با ولت دو اجراش کردیم. یه نکته آخر خط اول بالای نوت می یه نیم دایره داریم که توش نقطه هست، به این علامت میگیم نقطه توقف یا فرماتا یا کرونا هم بهش میگن، چون شبیه تاجه بهش کرونا میگن. این علامت معنیش اینه که کشش نوت میتونه به دلخواه نوازنده بیشتر از اون مقدار خود نوت باشه. مثلا اینجا نوت سیاه داریم فقط دو و برای نوته، ما اجازه داریم که بیش از اون کشش یک ضرب کامل مکس کنیم، مکسمون رو بیشتر کنیم بعد ادامه بدیم. خیلی خوب، میریم سراغ خط دوم که قسمت جوابه. نوتامون هست میزان اول لا فا، میزان دوم سل می، میزان سوم فا ره، میزان چهارم می ره دو ره و میزان آخر یه جفت سی داریم که سی زرد و سفید رو باید به صورت همزمان بزنیم. آخرش هم که علامت سکوت سیاهه، یعنی یک و میشه جفت سی، دو و میشه سکوت. به راست چپش توجه کنیم که هست راست چپ راست راست، بعدش چپ راست. خیلی مهمه که راست چپش دقیقا همونی که خودش گفته اجرا بشه. پس شد لا فا سل می فا ره می ره دو ره سی. با شمارش میزنیم یک و دو و یک و دو و یک و دو و یک و دو و دو و. میریم سراغ خط آخر. نوتامون هست سی فا فا سل فا 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 می ره دو ره. یه نکته توی خط آخر میزان سوم داریم که نوتامون هست فا 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 می. دو تا فای اول که هیچ علامتی نداره میشه خرک دوم پشت خرک. فای سوم که بالاش 9 داره میشه خرک نهم سیمای سفید. اینو حواستون باشه اشتباه نکنید. پس میزان سوم خط آخر نوتامون هست فا 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 می. پس این فا میره خرک نهم اجرا میشه. پس خط آخر شد سی فا فا سل فا 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 می ره دو ره. این الان با ولت یک من اجرا کردم. با شمارش میشه یک و دو و یک و دو و یک و دو و یک و دو و. ولت یک رو اجرا کردیم، میرسیم به دولا خط تکرار، برمیگردیم. توی بار دوم دیگه این ره دو ره که تو ولت یک هست اجرا نمیشه و ولت دو که میشه ره دو سی به جای ولت یک اجرا میشه. پس میزنیم یک و دو و یک و دو و یک و دو و یک و دو و. به این شکل آخر قطعه اون عبارت فینه به معنی پایان هست. حالا اگر که ما بخوایم شعر رو باهاش بخونیم، خب یه شعر خیلی ساده روشه، باهاش میخونم که متوجه بشید چجوری. از اولش که نوتمون هست می سی سی میشه بهار پروانه رو گلها خونه داره، به هر جا میرسه شادی با خود میاره. خب میشه بهار پروانه رو گلها خونه
ها. حالا باز اینجا نوشته شعر میشه بهار پروانه رو گلها خونه داره، به هر جا میرسه شادی با خود میاره. به این شکل میشه. نکته آخر اجراش با مترونومه. یادتون باشه که وقتی میخوایم این قطعه رو با مترونوم بزنیم، مترونوم باید رو 2 ضربی بذاریم و مترونوم فقط ضرب‌های اصلی رو به ما میده، یعنی فقط 1 و 2 رو میده. خب سرعت قطعه 76، من مترونوم رو 76 تنظیم میکنم با حالت 2 ضربی. خب مترونوم داره 2 تایی برامون میشماره، میگه تیک تاک تیک تاک، 1 2 1 2. حالا ما باید خودمون بین این 2 تا ضرب و رو اضافه کنیم، 1 و 2 و 1 و 2 و. پس این سرعت اصلی قطعه هست. همیشه وقتی قطعه رو خوب یاد گرفتید مترونوم بذارید، با مترونوم بزنید. با مترونوم ساز زدن اولا سرعت اصلی قطعه رو به شما میده، اون سرعتی که آهنگساز مد نظرش بوده یا تنظیم کننده مد نظرش بوده. دوم اینکه باعث میشه تمرکز شما بالا بره، یاد بگیرید موقع ساز زدن علاوه بر اینکه مواظب نکات اجرایی خودتون باشید، مواظب این باشید که به یکی دیگه گوش بدید. حالا این یکی دیگه میتونه مترونوم باشه، میتونه این نوازنده تنبک باشه یا خواننده باشه یا هر کس که توی گروه کنار شما نشسته. شما باید این مهارت رو به دست بیارید و این تمرکز رو داشته باشید که علاوه بر کار خودتون به بقیه اعضای گروه هم گوش بدید. و یه مسئله دیگه هم هست که خیلی مهمه، اینه که اکثر نوازنده ها وقتی دارن قطعه رو میزنن سرعت رو تغییر میدن و معمولا تندش میکنن. مترونوم باعث میشه که شما سرعت رو کنترل بکنید، بتونید با یه سرعت ثابت قطعه رو از اول تا آخر بزنید. و خب البته ممکنه که اولش یه ذره سخت باشه، نیاز به تمرین و تکرار داشته باشه، ولی بعد از چند بار تمرین اینو دیگه یاد میگیرید. خب من قطعه رو با مترونوم اجرا میکنم. 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و. امیدوارم که این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، نظرات و سوالاتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. ممنون که تا آخر ویدیو با من بودید. خوب و خوش باشید.